با شکر و سپاس و ستایش خداوند، همچنین درود بر پیامبر او صلی الله علیه و سلم، موضوع امروزه را آغاز میکنیم. در اول باید گفته گذشت که این دین مبارک هم تو به آسانی به ما و شما آمده نرسیده است. برای تا به ما و شما رسیدن آن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار رنج و مشقت ها کشیدند. حضرت بسیار دشواری ها را از سر گذرانیدند و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را از زادگاهشان راندند و ایشان به مدینه هجرت نمودند. از حالت هایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بین آن زندگی داشتند، این آن بود که در مدینه حضرت با گروه آدمان زندگی میکردند که آنها خود را از اسلام و از مسلمان ها نمی حسابیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با نصرانی ها، با یهودی ها و با آنهایی که بت پرست بودند وا می‌خوردند. لیکن باز یک گروه دیگری بود که از همه این گروه ها خطرناکتر بود. اگر همه گروه های گفتم آن را یک جایه با این گروه مقایسه کنیم، همه اینها در یک جایگی در نزد این گروه هیچند. و این گروه آدمان منافق، یعنی دورویه هستند. یعنی آدمانی که در اصل اسلام را قبول نکردند و لیکن بین آدمان خود را مسلمان می گفتند. آنهایی که در رایت به تو می خندیدند و از پس برایت دشمنی می کردند. این گونه آدم ها پیامبر صلی الله علیه و سلم را احاطه کرده بودند و ببینیم که مناسبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با آنها چگونه بود. هرگاهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با یگان نفر از اینها روبرو می شدند، در دل ایشان تنها همین خواهش بود که می‌خواستند خداوند توسط آن کس این نفر را از آتش دوزخ خلاص کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی مهربان بودند و این را از احادیث های زیرین میتوان فهمید. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در راه بودند، جبرائیل علیه السلام نزد حضرت با فرشته آمدند و گفتند: ای محمد، اگر خواهی من خودی حاضر این کوه ها را بر بالای آنها می پرتایم و آنها را نابود می سازم. و این یک امکانیت برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود تا قصد خود را از آدمانی که دائم حضرت را عذاب می دادند بگیرند و آنها را نیست و نابود کرده از آنها هیچ نشانه باقی نگذارند. لیکن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ حضرت گفتند: نه، آنها را به حال خود گذار. من از خداوند طلب میکنم تا از آنها نسل را به دنیا بیاورد که او را به شریک و به شرک آوردن و شریک آوردن پرستش کنند. اکنون معامله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را با یهودی ها دیده میبریم. از عبدالله ابن سلام رضی الله عنه که یکی از عالمان بزرگ یهودیان بود، روایت است که میگوید: من آیید پیامبر پیش از آنی که او به مدینه هجرت نمود الکی فهمیده بودم و من به پورگی درک کرده بودم که این همان پیامبر است که در انجیل و تورات از آمدنش خبر داده شده است. نصرانی ها و یهودیان در دل خود می دانند که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده خداوند است، لیکن از سبب کبر و غرورشان آنها این را پنهان می دارند. عبدالله ابن سلام می گوید که من وقتی که خبر آمدن او و نشانه های او را خواندم، فهمیدم که این همان پیامبر است و مدینه مکان هجرت اوست.
میگوید من نزد درخت خرمای که به من تعلق داشت کار میکردم. در زیر درخت بیبیم خالده بنت حارث نشسته بود. بعد میگوید من صدای را شنیدم که نفر میگفت محمد آمد، محمد آمده رسید. بعد میگوید من خود را داشته نتوانستم و فریاد زدم. بیبیم رویش را به طرف من گرداند و گفت به خدا قسم تو آنگونه فریاد میزنی که گویا موسی ابن عمران آمده است. من به بیبیم گفتم میگوید که آخر این برادری موسی ابن عمران است. میگوید من از درخت فر آمدم و به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتم. این را عالم بزرگ یهودی میگوید. وی الکی از گفته های پیامبران گذشته و از نشانه ها با خبر شده بود و اکنون میخواست که اثبات کند که آیا محمد صلی الله علیه و سلم در حقیقت پیامبر خدا است و یا نه. وقتی که وی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد گفت محمد به من آیدی 3 چیزی بگو که غیر از پیامبر دیگر نفر آن را نمیداند. یعنی گفت به من 3 چیزی را بگو که غیر از پیامبر دیگر هیچ کس دانسته نمیتواند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند آیدی کدام چیزها؟ بعد آن عالم گفت به من از یکمین نشانه رسیدن وقت یعنی قیامت بگو. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند دویم چی؟ عالم گفت بگو که برای چی کودک یا با پدر و یا با مادر خود مانند می شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند سیوم چی؟ عبدالله ابن سلام گفت به من بگو که اولین خوراک آدمان بهشتی چی است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جواب این سوالها را بجز توسط وحی دانسته نمیتوانستند و گفتند که خودی حاضر به من جبرائیل خبر داد. اولین خوراکی که برای بهشتیان داده می شود این جگری کیت است و آیدی نشانه رسیدن وقت این آتش است که از شرق می براید و در غرب مردم را جمع می سازد. سوال سیوم و جواب این سوال را آدمی که سواد خواندن و نوشتن نداشت دانسته نمیتوانست و این وحی از جانب الله بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند آیدی آن که برای چی کودک به پدر و یا مادر خود مانند می شود آن است که وقتی که تخم پدر از تخم مادر به پیش براید کودک به پدر مانند می شود و اگر تخم مادر از تخم پدر به پیش براید کودک به مادر خود مانند می شود. بعد از این جواب ها عالم یهود گفت سخنان تو درست است و من گواهی می دهم که خدای جز خدای یگانه وجود ندارد و تو پیامبر خدا هستی. عبدالله ابن سلام در دوام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت به درستی که یهودیان مردمی درویه و دروغگو هستند. من میخواهم که تو مرا در یک کنار خانه‌ات پنهان کنی و آنها را جمع کرده از آنها بپرسی که من برایشان کی هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خوب من این کار را میکنم و او را پنهان کرده از یهودیان پرسیدند عبدالله ابن سلام برای شما کیست؟ عبدالله ابن سلام گفتند یهودیان و دوام دادند عبدالله ابن سلام یکی از عالمان بزرگ ما است وی بهترینی از ما و فرزند بهترینی ماست. بعد عبدالله ابن سلام برآمد و گفت شما مقام و مرتبه مرا بین خودتان میدانید و من به شما میگویم که محمد این همان پیامبر است که
از آمدنش خبر داده شده بود. به او ایمان بیارید و او را فرمانبرداری نمایید. من گواهی می دهم که خدای جز خدای یگانه وجود ندارد و محمد پیامبر خدا است. بعد یهودیان گفتند محمد این آدم از بدترین ما است و فرزند بدترین ما است. عبدالله ابن سلام گفت ای پیامبر خدا، من گفته بودم که یهودیان مردم درویه و دروغگو هستند. این خصلت آنها است که هیچگاه تغییر نمی‌یابد. آنها میتوانند در دیگر چیزها گوناگون باشند. مثال رنگ پوستشان میتواند گوناگون باشد، لیکن خصلتشان هیچگاه دیگر نمی شود. بعد از این همه اعضای عائله عبدالله و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گواهی دادند و گفتند که ما گواهی میدیم که خدای جز خدای یگانه وجود ندارد و محمد پیامبر خدا است. و آنها ایمان آوردند و به اسلام در آمدند. و بین آنها بیبی عبدالله ابن سلام خالده بنت حارث نیز بود. این مثال از آن نفران بود که همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی داشتند. و این به آن خاطر بود که ما و شما باید این را دانیم و باید دانیم که چگونه با آنها معامله کنیم. زیرا ما در حیات می توانیم با آدمان گوناگون واخورده باشیم. اگر مهنت های ما برای شما پسند است و می خواهید که ما را دستگیری کرده باشید، پس به شبکه‌های ما در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام ابونه شوید. موادهای ما را در صحیفه‌های خود گیرید، آنجا نشر کنید و همچنین به یار و دوستان خود نیز بفرستید تا اینکه آنها نیز مطالعه کنند. با برادری مسلم بمانید و همراه ما بیاموزید. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.